با همدیگه این کلاه خوشگل رو ببافیم. که اسپورت مردونه و زنونه یا دخترونه و پسرونه نداره. این کلاه بدون هیچ درزی و با میل سیمی 2 میل بافته شده به صورت گرد بافی و هیچ درزی نداره. اگر گرد بافی با 2 میل رو بلد نیستین، پیشنهاد میکنم که حتما هایلایت گرد بافی رو توی پیجم ببینید. این کلاه یک لبه برگردون داره و این لبه برگردون ما یک خط تا داره که وقتی کار رو به این شکل تا میکنیم لبه کلاه تمیز و مرتب ایست بکنه و ظاهر کار خوشگل باشه. مدل خود کلاه ترکیب جودونه و بافت دونه زیر هستش. بالای کلاه رو هم همینطور که میبینید خیلی مرتب کور و جمع شده. قد کلاه که میپوشیمش با لبه برگردون شده و تا شده حدوداً 20-21 سانته. این کلاه برای دور سر 57-56 بافته شده و از اونجایی که من دوست ندارم و توی سلیقم نیست که کلاه هم از بالای سر خیلی افتاده باشه، قد کلاه رو تقریباً کیپ سرم در نظر گرفتم و اگر شما دوست دارین میتونین قد کلاه رو بیشتر در نظر بگیرید. قد کلاه با محاسبه این خط تا این لبه برگردونه حدوداً 27 سانته. بریم که یادش بگیریم. خب برای بافت این کلاه شما اول باید طبق کشباف لبه کلاه چند سانت نمونه بافت ببافید. کشباف ما 2 زیر 2 روه. با میل مورد نظرتون و کانوایی که میخواین کلاه رو ببافین کشباف 2 زیر 2 رو حدوداً 10 سانت میبافید و پهنای کار رو اندازه میگیرید. قبلا توی پیج آموزش چند تا دونه سربندازم رو بهتون دادم و الان هم میتونین توی هایلایت 2 میل مقدماتی آموزشش رو پیدا بکنید و برید پست مربوط بهش رو ببینید. من طبق کشباف 2 در 2 با میل و کانوایی که میخوام کلاه رو ببافم نمونه بافتم رو بافتم و 14 تا دونه به من پهنای 10 سانت رو داده و حاصل تقسیم این دوتا شده 1/4. 14 تقسیم بر 10 1/4. من کلاه رو برای دور سر 57 میبافم. پس میام دور سر رو در 1/4 یعنی حاصل تقسیم اینها ضرب میکنم. عددی که به دست میاد شده 79. یک نکته اینجا داره. من اومدم از این عدد که در واقع تعداد دونه هام هستش 1% رو کم کردم. چرا؟ چون کار کشبافه و بافت بعد از مدتی استفاده ممکنه کش بیاد. من 1% رو کم میکنم که کلاه تمیزتر توی سر ایستایی داشته باشه و کار شکیلی تر باشه. باز اینجا چند تا نکته دیگه هست. اگر شما خیلی سفت میبافین این درصد رو میتونید کمتر در نظر بگیرین و اگر خیلی شل میبافین این درصد رو میتونین بیشتر در نظر بگیرین. من 9% از تعداد این دونه ها کم کردم و عددی که به دست اومده شده 71. برای بافت کلاه تعداد دونه های ما باید از 2 تا مضرب پیروی بکنن. هم باید مضرب 4 و هم مضرب 12 باشن. مضرب یعنی چی؟ یعنی وقتی من میام این عدد دونه رو که اینجا به دست آوردم بر 4 تقسیم میکنم عدد غیر اعشاری بهم بده، یا میام بر 12 تقسیمش میکنم عدد غیر اعشاری بهم بده که 71 پیروی نمیکنه. پس مجبورم یه تعدادی دونه بهش اضافه کنم یا یه تعدادی دونه ازش کم بکنم تا هم مضرب 4 بشه هم مضرب 12. 72 هم مضرب 4 هم مضرب 12. برای تست من 72 رو تقسیم بر 12 میکنم، یک عدد غیر اعشاری بهم میده. 72 تقسیم بر 4 یک عدد غیر اعشاری بهم میده. پس 72 میشه تعداد دونه هام.
من یک دونه هم اضافه سر میندازم برای اتصال، چون کار گردبافی و بدون درزه و در کل روی میل 73 تا دونه سر میندازم. 73 تا دونه روی میل سر انداختم. دونه هام رو مرتب روی میلم میچینم طوری که پیچ خوردگی به این صورت توی بافت نباشه. پایین دونه ها همه باید در یک جهت باشن. توی گردبافی چند رج اول تا فکر میکنم 3 الی 4 رج یه کوچولو کار سخته، ولی بعدش آسون میشه. قسمتی که کانوا متصل هست به دونم روی میل دست راستم هست و میخوایم که کار اتصال رو انجام بدیم. برای اتصال یک دونه از دونه های میل سمت چپ رو به این شکل میذارم روی میل سمت راستم و دونه عقبی میل سمت راستم رو میکشم روی این دونه و رها میکنم. به این شکل این دونه رو هم رهاش میکنم. حالا این دوتا نخ رو میکشم تا کار محکم بشه و برای محکم کاری یک گره کوچیک پایین کار میزنم. این دونه رو برمیگردونم روی میل سمت چپ، همین دونه‌ای که الان باهاش اتصال انجام دادم. مارکر شروع رجم رو میذارم، هر چیزی میتونه باشه و شروع میکنم به بافت دونه ها. 2 تا زیر 2 تا رو دونه هام رو میبافم. رج اول گردبافی اگر براتون سخته که بافت دونه رو به روش اروپایی ببافین، استثناءً توی رج اول میتونین به روش شرقی و معمولی دونه رو ببافین، اما از رج دوم باید به روش اروپایی دونه های رو بافته بشن. پس به همین شکل 2 تا زیر 2 تا رو میبافم تا برسم به مارکرم. ببینید الان دونه های من دیگه نمیان سر میل که بتونم ببافم. توی اینجور موقع ها باید چیکار بکنیم؟ دونه هایی که روی میل سمت راستم هست رو خیلی آروم هل میدم به سمت میل دست چپم، ولی حواسم هست دونه ها پیچ نخوره، چون اگر پیچ بخوره و متوجه نشید و ببافین کار تا میخوره و باید بشکافیدش. پس آروم حواسم هست کار پیچ نخوره، دونه ها رو هل میدم. میبینید الان دیگه اومد سر میل و به راحتی میتونم باز ببافم. 3 رج اول ممکنه یه کوچولو کار سخت باشه، ولی بعدش آسون میشه و میتونین خیلی راحت کار بافت رو انجام بدین. 2 تا زیر 2 تا رو. دو تا زیر 2 تا رو بافتم، رسیدم به 2 تا دونه آخر و بعدش هم که به مارکر و رج بعدی. 2 تا دونه قبل زیر بوده و این 2 تا رو به رو میبافم. برای من دیگه بافت آسون شده و دونه ها راحت تر روی میل سر میخورم. رج اول تموم شد. مارکر رو میذارم روی میل سمت راست و از همینجا دوباره دونه ها رو هر چی که میبینم خودشون رو میبافم. نیازی به برگردوندن میل نیست. دونه اولم زیر میبافم، بعدیش زیر میبافم، دونه بعد رو هستش رو میبافم، رو میبینم رو میبافم. به همین شکل هرچی میبینید دونه ها رو میبافید و این رج که تموم شد دوباره به همین شکل که الان این رج رو شروع کردیم شروع به بافت میکنید. چون کلاه قراره لبه برگردون داشته باشه
تا ارتفاعی که میخواید لبه کلاهتون برگردون داشته باشه ببافین و حواستون باشه که لبه برگردون قطعاً کانوای بیشتری رو نیاز داره. پس اگر کانواتون کمه میتونید که لبه برگردون نزنید و فقط تا ارتفاع دلخواهتون برای کشباف 2 زیر 2 رو ببافید. کشباف 2 زیر 2 رو من حدوداً 7 سانت بافتم. حالا من چون میخوام که لبه کلاه هم برگردون داشته باشه یه تکنیکی میخوام پیاده کنم. ببینید الان روی کار من پایینش رو ببینید چقدر تمیز و مرتبه. اما اگر همینطوری بخوام 7 سانت دیگه ببافم و این 7 سانت اول رو تا بکنم، وقتی که تا میکنم این قسمت نامرتب میاد روی کار. من میخوام یه تکنیکی پیاده بکنم که این قسمت نامرتب بمونه پشت و وقتی کارو تا میکنم این قسمت مرتب دیده شه روی کار. پس میام چی کار میکنم؟ رج آخر که دارم کشباف 2 زیر 2 رو میبافم، از 2 تا دونه روی آخر رجم 1 دونش رو به رو میبافم. خوب نگاه بکنید بچه ها من دارم چی کار میکنم. حالا کار رو برمیگردونم. میبینید؟ به این شکل کار رو برمیگردونم. این نخ الان اومده روی کار، میندازمش پشت میل و به حالت زیر ژورنالی که دونه رو میبافیم ببینید به این شکل دونه رو برمیگردونم روی میل سمت راستم و حالا این بافت رو اینطوری میارم به این شکل بیرون. حالا این نخ رو اینطوری میکشم به سمت خودم. میبینید 2 تا حلقه اینجا درست میشه به این شکل و حالا از اینجا ادامه رو میبافم و برمیگردم به این شکل. قراره دونه های زیر رو ببافم، دونه های رو زیر ببافم. الان اینجا 2 تا دونه رو دارم، این 2 تا رو به زیر میبافم. 2 تا دونه زیر میبینم، این 2 تا رو به رو میبافم. خب من الان در واقع برگشتم پشت کار. حالا وقتی که 7 سانت بعدی رو میبافم و میخوام اینو تا کنم، ببینید وقتی تا میکنم لبه کار اون قسمت تمیزش میاد روی بافت و در ظاهر دیده میشه. خب به همین شکل پس دونه ها رو هر چی که میبینم خلافش رو میبافم. الان دارم چی میبینم؟ 2 تا دونه رو میبینم، اینا رو زیر میبافم. 2 تا دونه زیر میبینم، اینا رو میبافم. به همین شکل روها زیر و زیرها رو بافته میشن تا من برسم به مارکرم. خب من به همین شکل زیرها رو و روها رو زیر بافتم و دارم میرسم به مارکرم. ببینید اینجا الان 2 تا دونه زیر دارم، اینا رو به رو میبافم. 2 تا دونه رو دارم، اینا رو به زیر میبافم. خب نگاه بکنید مارکر رو منتقل میکنم روی میل دست راستم و شروع میکنم دوباره به بافت. این دونه زیر باید به رو بافته بشه. این 2 تا دونه‌ای که الان ابتدای رجم هستش باید به رو بافته بشن. یکیش که خب به همین شکله و من این رو به رو میبافم. میرسم به این دونه که ابتدای رج به این شکل نخو کشیدیم و 2 حلقه ایجاد شد. این 2 تا رو هم من با هم میگیرم به این شکل. ببینید این 2 تا الان با هم روی میله. این 2 تا رو با هم به رو میبافم. زیر بودن که به رو بافتیمشون. و الان دیگه از اینجا به بعد اینجا میشه روی بافت من. اون قسمتی که پایین کار نامرتبه میشه روی کارم که وقتی از اینجا به بعد دیگه باید 7 سانت دیگه ببافم که اینو وقتی من تا میکنم این قسمت لبه تمیز دیده بشه.
حالا از اینجا به بعد شما به همین شکل دیگه دونه ها رو میبافین. از این رج شما دونه ها رو هر چی که میبینید خودشون رو دیگه میبافین. الان ببینید من این دوتا رو دارم زیر میبینم، زیر میبافم. رو میبینم، رو میبافم. زیر میبینم، زیر میبافم. رو میبینم، رو میبافم. به همین شکل پس دوباره 2 زیر 2 رو میبافین تا 7 سانت به اندازه همین قسمتی که بافتید و این کار بعداً تا میشه. خیلی تمیز تا میشه این. تا 7 سانت میبافید 2 زیر 2 رو و بعد ادامه کار رو با هم میبافید. 7 سانت دیگه هم بافتم و همینطور که میبینید الان کلاه رو وقتی که تا میکنم هم خط تای تمیزی دارم و همین که قسمت تمیز و مرتب اینجا روی کار قرار میگیره. در کل تا اینجا حدوداً 14 سانت بافتم. پترن اصلی کلاه. خب من دونه آخر این رج رو هم ببافم. رج اول کلن پترن کلاهمون از تکرار 2 رجه. رج اول به این شکل دونه ها رو میبافید. 3 تا به زیر، یک دونه رو، یه دونه زیر، یه 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 دونه رو. تمام کارهایی که از ابتدای رج تا اینجا انجام دادیم رو برای باقی دونه ها برای هر 12 تا دونه باید تکرار بکنیم. 3 تا زیر، یه دونه رو، یه زیر، یه رو، یه زیر، یه رو، یه زیر، یه رو، یه دونه زیر و یه دونه رو. رج اول مدل بافت رو بافتم. میریم برای رج دوم. رج دوم 3 تا زیر، یه دونه رو. حالا هفتای بعدی رو هر چی که میبینید برعکسش رو میبافید. یعنی چی؟ 1 2 3 4 5 6 7. این هفتا رو، زیر، رو، زیر، رو، زیر، یه دونه رو. دونه بعدی خودش به رو بافته میشه. تمام کارهایی که برای این 12 تا دونه انجام دادم برای باقی دونه ها هم هر 12 تا انجام میدید. یعنی تکرار اینها میشه. 3 تا زیر، یه دونه رو. هفتای بعدیش رو هرچی میبینم برعکسش رو میبافم. زیر میبینم، رو میبافم. رو میبینم، زیر میبافم. رو، زیر، رو، زیر، رو. و این دونه رو هم خودش رو به رو میبافم. دستور بافت رو هم براتون مینویسم، نگران نباشید. دوباره تکرار. 3 تا زیر، یه دونه رو. هفتای بعدی به این شکل بافته میشن. 1 رو، 1 زیر، 1 رو، 1 زیر، 1 رو، 1 زیر، 1 رو و دونه آخرم خودش رو هست به رو
بافته میشه. یعنی ما هر 12 تا دونه به این شکل برای دونه هامون بافت میزنیم. تا انتهای رج پس این دستور رو میبافیم. به انتهای رج دوم رسیدم و دوباره میخوام این 12 تا رو براتون ببافم و بهتون بگم. 3 تا زیر، یه دونه رو. 7 تای بعدی رو هر چی میبینیم برعکسش رو میبافیم. یه دونه رو، یه دونه زیر، رو، زیر، رو، زیر، رو و دونه آخرم رو هست، خودش رو به رو میبافم به این شکل. از اینجا به بعد این دو رج رو تکرار میکنید. تا کجا؟ تا زمانی که به 3 الی 5 سانت مانده به قد کلاه برسید. یعنی اگر قد کلاه شما برفرض 20 سانته، شما 15 سانت میبافید و 5 سانت تا آخر رو میای برای کور کردن. حالا با توجه به ضخامت کانواتون میتونه این 5 یا 3 سانت متغیر باشه. و نکته‌ای که روی اندازه ارتفاع مهمه، شما نباید قد رو از اینجا اندازه بگیرید. قد رو باید از این قسمت اندازه بگیرید. یعنی این جایی که تا میشه جزء ارتفاع محسوب نمیشه. زمانی که میخواین ارتفاع رو اندازه بگیرین باید کلاه رو یا تا بکنید و بعد ارتفاع رو اندازه بگیرید، یا از اون نیمه دومی که اینجا کش باف زدیم به بعد اندازه بگیرید. الان میخوام رج سوم رو ببافم. مثل رج اول بافته میشه. 3 تا زیر، یه دونه رو. بعد از این یه زیر، یه رو، یه زیر، یه رو، یه زیر، یه رو، یه زیر به اضافه یه دونه روی دیگه میبافیم که الان اگر به بافت نگاه بکنید میبینید و به این شکل میشه که 7 تایی بعد از این 4 تایی که بافتیم دونه ها رو هر چی میبینین برعکسشون میبافین. الان من باید یه زیر، یه رو ببافم. ببینید این روه ولی من باید به زیر ببافمش. بافت جودونه میشه. یه زیر، یه رو، یه زیر، یه رو، یه زیر، یه رو، زیر و این دونه آخرم روه و خودش رو به رو میبافم. دقیقاً مثل رج اوله، رج سوم، و رج چهارم مثل رج دومه. دیگه دائما تکرار رج اول و دومه. این ابتدای رج سوم رو گفتم بهتون نشون بدم که یه وقت براتون گنگ نباشه. میبینید مدل بافت رو به چه شکل داره در میاد. فقط طبق دستور بافت عمل بکنید. من تا ارتفاع دلخواه بافتم و چند سانت آخر از ارتفاع کلاه هم رو اختصاص میدم به رج‌هایی که کاهش دارم. حدوداً 18 سانت بافتم. من چون نمیخوام کلام خیلی حالت افتاده داشته باشه، به خاطر همین توی همین ارتفاع 18 سانت شروع به کاهش میکنم. رج اولی که میخوایم شروع کنیم به کاهش باید رج اول مدل بافتمون باشه. رج اول کاهش به این شکل عمل میکنم. 3 تا دونه به زیر میبافم. دو تا دونه بعد رو با هم به رو کور میکنم. دونه بعدیم رو زیر میبینم، رو میبافم. دونه بعدیم رو میبینم ولی به زیر میبافم. دارم جودونه میبافم اینا رو. دونه بعدیم زیر هستش، به رو میبافم. رو میبینم، زیر میبافم. زیر میبینم، رو میبافم و میرسم به 2 تا دونه آخر که قبل از این 3 تا زیر بعدی من هست. این 2 تا رو با هم به رو میبافم. و از اینجا به بعد هر کاری که از ابتدا تا اینجا انجام دادم رو برای باقی دونه هام انجام میدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. برای هر 12 تا دونه این کارها رو
انجام میدم. خب یک بار دیگه توضیح میدم. رسیدم به 12 تا دونه بعدیم، 3 تا زیر، 2 تا دونه بعد با هم به رو کور میشن. باقی دونه هام رو هر چی که میبینم برعکس میبافم تا دوتای آخر از این 12 تا. زیر میبینم، رو میبافم، رو میبینم، زیر میبافم، زیر میبینم، رو میبافم، رو میبینم، زیر میبافم، زیر میبینم، رو میبافم و 2 تا دونه آخر با هم به رو کور میشن. پس به همین شکل هر 12 تا دونه رو توی رج اول کاهش میبافیم. رج دوم کاهش 3 تا زیر، 1 دونه رو میبینم، رو میبافم، 1 دونه زیر، 1 دونه رو، 1 دونه زیر، 1 دونه رو، 1 دونه زیر. اینا دونه های جودونه بود. 1 دونه آخر رو هست و به رو میبافم. این 1 دونه رو بعد از 3 تا زیر و این 1 دونه رو آخر دونه های حاشیه دونه های جودونمون هست. یک بار دیگه 3 تا زیر، 1 دونه رو، میرسم به دونه های جودونه که هرچی هست برعکس میبافم. 1 زیر، 1 رو، 1 زیر، 1 رو، 1 دونه زیر و دونه آخر خودش به رو میبافم. به همین شکل تا انتهای رج دونه ها رو میبافی. توی این رج کم کردن نداره. رج سوم کاهش به این شکل عمل میکنیم. 3 تا زیر، 2 تا یکی به رو، زیر، رو، زیر و این دوتای آخر هم با هم 2 تا یکی به رو میشن. دوباره تکرار. 3 تا زیر، 2 تا یکی به رو، زیر، رو، زیر، 2 تای آخر با هم به رو کور میشن. تکرار تا انتهای رج. رج چهارم کاهش 3 تا زیر، 1 دونه رو، دوباره 1 دونه رو. ببینید دونه های جودونه هست. زیر میبینم، رو میبافم. 1 دونه رو، 1 دونه زیر، 1 دونه رو. این دونه های جودونه بود. 1 دونه روی آخر هم رو میبینم، خودش رو میبافم. دونه حاشیه پترن من هستش. دوباره تکرار. 3 تا زیر، 1 دونه رو، میرسم به دونه های جودونه، 1 دونه رو، 1 دونه زیر، 1 دونه رو و دونه آخر رو هست، خودش رو به رو میبافم و تکرار تا انتهای رج. رج پنجم کاهش 3 تا زیر، 2 تا یکی به رو، دونه بعدیم دونه پترن جودونم هست. زیر میبینم، به رو میبافمش. میرسم به 2 تای آخر از این قسمت که این 2 تا رو هم با هم به رو میبافم.
و این کار رو تا انتهای رج برای هر قسمت از این پترن تکرار میکنم. 3 تا زیر، 2 تا یکی به رو، میرسم به یه دونه از دونه های جودونه که زیر میبینم رو میبافم و 2 تا یکی به رو و دوباره تکرار. رج ششم کاهش، 3 تا زیر، یه دونه رو، میرسم به یک دونه از دونه های جودونه که برام مونده، رو میبینم، زیر میبافمش و یک دونه رو هست، خودش رو به رو میبافم، این دونه حاشیه این پترن هستش. دوباره 3 تا زیر، تکرار داره میشه، یه دونه رو، یه دونه زیر، یه دونه رو و باز تکرار تا انتهای رج. رج هفتم کاهش، 3 تا زیر میبافم، سه تا دونه بعدی با هم به رو کور میشن. دوباره 3 تا زیر و 3 تا یکی به رو. تکرار تا انتهای رج. توی این رج چون دونه ها دیگه دارن کم میشن، بافت سخت شده و من از سمت راست و چپ سیم رو به این شکل از بین دونه ها کشیدم بیرون و این رج رو میبافم، ولی از رج بعد میخوام 5 میل بیارم و 2 رج آخر رو با 5 میل کار بکنم. خب رج هفتم هم تموم شد، رج هشتم و رج نهم مونده و من میخوام با 5 میل کار بکنم. نکته‌ای که وجود داره، ببینید شما میتونید که با 5 میل هم این 2 رج آخر رو کور نکنید و به همین شکل سیم رو بکشید بیرون و دونه ها رو کور بکنید، اما من چون میخوام بالای کلاه هم تمیز باشه، خیلی بین دونه ها فاصله نباشه، پس از 5 میل استفاده میکنم این 2 رج آخر رو. برای استفاده از 5 میل حتما باید سایز 5 میل شما با سایز این میل یکی باشه. این اولین نکته است. و بعد از اینکه شما 5 میلتون رو آوردین، به یک مارکر هم که مارکر مخصوص بافتنی باشه که بتونیم توی دونه مارکر بذاریم نیاز داریم. این 5 میل من و اینم مارکری که به این شکل هستش و میریم که یاد بگیریم چطوری بالای کلاه رو با 5 میل کور بکنیم. شما حتی میتونید همون رج اول هم این کار رو انجام بدید. برای شروع کار با 5 میل الان باید تعداد دونه هایی که روی میل دارم رو بشمارم و تقسیم بر 4 بکنم. از این 5 تا میل ما دونه هامون رو روی 4 تا میل پخش میکنیم و با میل پنجم قرار بافت بزنیم. پس الان من 36 تا دونه دارم که تقسیم بر 4 میشه 9. یعنی از این 4 تا میل باید هر کدوم 9 تا دونه رو بذارم روی این میل ها و با میل پنجم هم قرار بافت رو انجام بدم. برای رج بعدیمون که رج هشتم هستش، دونه ها به این شکل بافته میشن، 3 تا زیر، یه دونه رو تا انتهای رج. خب ابتدای رج من اینجاست و من به این شکل سیم رو خیلی آروم از بین بافت میکشم بیرون که بتونم با 5 میل کار بکنم. به این مارکر دیگه نیازی ندارم چون روی 5 میل این مدل مارکرها نمیمونه و از روی میل ها میفته پایین. الان یک دونه از 5 میل رو آوردم و شروع میکنم به بافت. 3 تا زیر، این قسمت رو خوب بکشین که اون فاصله ها از بین بره و یه دونه رو.
خب اینو خوب میبافم تا 9 تاش کامل شه. دوباره 3 تا زیر، یه دونه رو. اگر با 5 میل کار نمی کنید 3 تا زیر یه دونه رو تا انتهای رنج تکرار بشه. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا اگر بخوام ببافم باید از این 3 تا زیر یه دونش بیاد اینجا. من میام چیکار میکنم؟ همین 8 تا رو میگیرم که ترتیب بافت من تکمیل باشه. پس 2 بار 3 تا زیر یه رو میبافم برای یک دونه از میل هام. حالا قبل از اینکه یک میل دیگه بیارم، این دونه اول رجم رو که بافتم میام یک مارکر میذارم که بدونم هر موقع به این مارکر رسیدم اونجا شروع رج من هستش. خب من یه خونه پایین ترش مارکر رو میذارم و این میشه نشونه من. هر جا که به اینجا رسیدم میشه ابتدای رجم. حالا میریم برای دونه های بعدیم. این میل رو به این شکل میذارم پایین، یک دونه دیگه از 5 میل بر میدارم و 3 تا زیر، یه دونه رو میبافم. دوباره 3 تا زیر، یه دونه رو میبافم. برای اینکه میل‌های 5 میلم دونه هاشون خیلی زیاد یا خیلی کم هم نباشه، من میام برای میل دوم یه 3 تا زیر یه دونه روی دیگه هم میبافم و یه دونه رو به این شکل. خب میل دوم هم دونه هاش بافته شد و میریم که میل سوم رو بیاریم توی بافت. این میل سوم. برای میل سوم 2 بار 3 تا زیر یه رو میبافم. 3 تا زیر، یه دونه رو، 3 تا زیر، یه دونه رو. خب این دونه های باقی مونده میشه برای میل چهارم و میل آخر از 5 میل. حواستون باشه ببینید فاصله بین این میل تا این میل یه نخ اینجا میمونه که حتما به این شکل یکم بکشید که اون فضای از بین بره. 3 تا زیر، یه دونه رو، 3 تا زیر و یه دونه رو. اینا هم شدن دونه های میل چهارم من و میل سیمی من از توی بافت اومد بیرون. اینو دیگه میذارم کنار و باهاش کاری ندارم. حالا رسیدم دوباره به میل اولم، به مارکرم و یعنی من باید برم رج بعدیم که رج آخر کاهشم هست رو شروع کنم به بافتن. برای این کار ببینید بچه ها، اون میلی که میخوایم دونه های روش رو ببافیم باید از 2 تا میل کناریش بالاتر قرار بگیره. الان اینجا نگاه کنید، میل کناریش اومده زیر و این بالاست، اما این طرف نه. پس به این شکل میل کناریش رو میبرم زیر میلی که میخوام دونه هاش رو الان ببافم. حالا میل پنجمم رو میارم و شروع میکنم به بافت رج نهم کاهش. توی رج نهم قراره به این شکل کاهش داشته باشیم. از این 3 تا دونه زیر که ابتدای رج دارم میبینم میام به این شکل دونه هام رو نبافته به میل دست راستم میبرم که همون میل پنجمم هستش. ببینید به این شکل 1 2 و 3. این 3 تا زیر به این شکل نبافته
رفت روی میل دست راستم. حالا دونه ای که سر میل سمت راستم هست رو به این شکل برمیگردونم به میل سمت چپم. جهت رو ببینید شبیه دونه زیر معمولی شد. حالا این دوتا دونه ای که روی میل دست راستم هست، من میام از پشت این دونه رو جاش رو با این دونه عوض میکنم. خوب نگاه بکنید. به این شکل. و حالا هر ستای این دونه های زیر رو با هم به زیر کور میکنم. از حلقه پشتی دیگه به حالت ژورنالی و اروپایی نبافتم و یک دونه به رو. 3 تا زیر به مرکز شد، یعنی جهت نداره. دوباره ببینید رسیدم به 3 تا زیر و یک دونه رو بعدیم. از این 3 تا زیر دونه های زیرم به این شکل نبافته به میل دست راستم میره. حالا این دونه سر میل اینجوری برمیگرده روی میل دست چپ. این 2 تا دونه زیر نبافتم ببینید از حلقه پشتی این دونه دوم با دونه اول سر میل راست به این شکل جابجا میشه و میان روی میل سمت چپم و این 3 تا دونه زیر با هم به زیر از حلقه پشتی کور میشه و یک دونه به رو میبافم. خب دونه های این میل دست چپم خالی شد، یعنی میل دست چپ من دیگه دونه نداره و میلی که دست راستم بود و به عنوان میل پنجم آورده بودم باهاش بافت انجام میدادم پر از دونه شد. حالا باید چیکار کنم؟ این میلی که خالی از دونه شده رو میارم روی دست راست به عنوان میل پنجم و میل بعدیم رو که روش دونه داره شروع میکنم به بافت. قبلش هم به این شکل میلهای کناریش رو میبرم زیر تا این میلی که میخوام باهاش کار بکنم و دونه های روی اینو ببافم بیاد بالا وایسته. ببینید بالای 2 تا میل کناریش هستش. خب یک بار دیگه نحوه کاهش رو توی رج نهم بهتون میگم. از این 3 تا زیری که دارم میبینم ببینید 3 تا زیر یه دونه رو دارم. از این 3 تا زیر دونه های زیر به این شکل دونه به دونه نبافته به میل راست میرن. حالا دونه ای که سر میل هست یک دونش رو اینطوری برمیگردونم روی میل دست چپم که جهتش رو میبینید به حالت دونه زیر معمولی شده. اون 2 تا دونه زیری که نبافته همچنان روی میل دست راستم هست، من میام این دونه رو با این دونه جابجا میکنم از حلقه پشتی. ببینید به این شکل این دونه رو گرفتم روی میل سمت چپم نگهش داشتم و اینطوری میلو میکشم بیرون و این دونه رو که مونده میذارم سر میل دست چپم. حالا هر 3 تای این دونه های زیر رو با هم از حلقه پشتی به زیر کور میکنم و اون یک دونه رو هم خودش رو به رو میبافم و به این شکل این کار رو تا انتهای رج تکرار میکنم. اگر شما از 5 میل استفاده نمی کنید، همین دستور بافت رو با میل سیمیتون اجرا می کنید. ببینید دوباره میل دست راستم پر از دونه شد و میل دست چپم خالی از دونه. این میلی که خالی از دونه شده رو میارم روی دست راست و باید میل بعدیم رو شروع کنم به بافت. این 2 تا میل کناری میل فعلیم که میخوام دونه هاشو ببافم ببینید اومدن روی میل. من به این شکل میبرمشون زیر میل فعلی که بیاد بالا و شروع میکنم دوباره به ادامه بافت.
دوباره این میل خالی از دونه شد مثل قبل. شروع میکنم و این میل آخرین میل از رج نهمه که باید بافته شه. حواستون باشه، ببینید الان من میخوام اینجا 3 تا 1 به زیر انجام بدم. حتما این نخ رو خوب بکشید که بین این میل و این میل اگر فضا هست از بین بره. آخرین میل و آخرین دسته از دونه های رج نهم هم بافته شد و دوباره این میل خالی از دونه شده. اومدم برای میل بعدی. خب چی میبینم؟ مارکر. وقتی مارکرمو میبینم یعنی رسیدم به رج بعدیم و ابتدای رج بعدی هستم. دونه های من تا اینجا تا حد ممکن کم شدن. تا اینجا 9 رج به عنوان رج کاهشی بافتیم و الان من 17 تا دونه روی میل هام دارم. دیگه تا حد ممکن کم شده. همینجا نخ رو بلند کات میکنین، دونه ها رو به نخ و سوزن میکشین و بالای کلاه رو جمع میکنین. نخ رو بلند کات میکنم. نخ رو تا حدی بلند کات بکنید که اگر بالای کلاه شما یک حفره همچنان بود بتونید با این نخ اضافه اون حفره رو ببندید. پس تا حد ممکن حتما نخ رو بلند کات بکنید. سوزن مخصوص کار با کانوا رو آوردم و سوزنم رو با این کانوا نخ میکنم. اگر روی میل 30 میل هستید یا همون روی 5 میل فرقی نمیکنه. هر جا که نخ شما بود شما از سمت مقابل شروع میکنین به گرفتن دونه ها به میل، یعنی از همین جایی که الان ابتدای رجم هست و مارکرم رو دارم میبینم. به این شکل دونه به دونه با احتیاط دونه هام رو به نخ و سوزن میکشم. حواسم هست که دونه این وسط در نره. چون نخم بلنده با احتیاط نخ رو از بین دونه هام میکشم که گرهی توی بافت ایجاد نشه. خب میل اولم خالی از دونه شد، گذاشتمش کنار. میل بعدیم هم از دونه خالی شد، میذارمش کنار. میرم سراغ میل بعدیم. و میل آخر. دیگه تموم شد. همه دونه ها رو به نخ و سوزن کشیدم و الان اینجا دیگه کافیه که فقط این نخ رو به این شکل بکشم. ببینید یه مقدار برای من اینجا یه حفره ایجاد میشه که کافیه چند دور دوباره نخ و سوزن رو توی همین دونه هایی که الان به میل به نخ و سوزن کشیدم دوباره بکشم. برای این کار من سوزن رو از همین حفره میبرم پشت بافت اینطوری. کلاه رو برمیگردونم و از پشت بافت این کار رو انجام میدم. نخ و سوزنم رو میام توی همون دونه هایی که الان با نخ و سوزن گرفتم دوباره رد میکنم. یه چند دور که رد بکنم
این حفره به مرور بسته میشه. شما خودتون الان توی ویدیو میبینید بسته شدن تدریجی این حفره رو. اگر هم پمپم میذارید بالای کلاه که نیازی به این کار نیست اگر حفره خیلی کوچیکه مثل مال من، اما من چون احتمالاً پمپم نذارم تا حد ممکن تلاش میکنم که این حفره بسته بشه. ببینید داره کم کم حفره بسته میشه. دوباره برمیگردم و این مسیر رو ادامه میدم. دور تا دور ادامهش میدم و میبینید که کاملا الان دیگه حفره من بسته شده به این شکل. حالا نخ رو همینجا یک گره کوچیک میزنم، بین بافت پنهان میکنم. برای پنهان کردن این نخ بین بافت ببینید من هر جا که دونه زیر میبینم میام یک سمتش به این شکل نخ و سوزنم رو بین بافت پنهان میکنم. توی یک سمت دونه زیر خیلی نمیکشم و از همینجا دوباره به سمت بالا توی سمت مقابل دونه زیر نخ رو پنهان میکنم. خیلی هم نمیکشیم که کلاه جمع بشه. اگر نیاز بود میتونید که یک گره بزنید، اگر هم نه که نه. یک دونه نخ هم اینجا داریم. این نخی که اینجا هست رو حتما کلاه رو برمیگردونید به سمت روی کار، تا میکنید و این نخ رو پشت این قسمت بین بافت پنهان میکنید. یه وقت از پشت بافت پنهان نکنید که وقتی کار تا میشه از روی بافت این دیده نشه، اینطوری بره پشت کار. کرم رو هم دیگه درش میارم. اینم از کلاه شیکمون.